زنهایی که فاحشه هستند روزه میگیرند، روزهشان ثواب دارد یا نه؟ بعد از روزه باز فاحشگی میکنند. البته شنیدن خود این سوال آدم ناراحت میکند. زنهایی که فاحشه هستند اگر فاحشگی را حلال دانند، یک منبع درآمد دانند، اونها کافر هستند. نه روزشان درست است نه نمازشان، هیچ کدامش درست نیست. لیکن اگر اون گناه بودنش نمیدانند، خیال میکنند که مدنیت امروزه ترقیات همین است، باید ما این کار کنیم، هم زناگاری میکند و هم با نماز میخواند، من برای این شخص ها میگویم که پروردگار انما یتقبل الله من المتقین، در قرآن میگه من عبادت از بندگان با تقوا قبول میکنم. بنده که تقوا نداشته باشد و این نمازش قبول است نه روزه است.